شما همیشه در مورد فشار سیاسی و بازجویی و زندان صحبت کردین. حالا ممکنه که توضیح بدین که در واقع زندان تا چه اندازه به دنبال تحت فشار قرار دادن روابط عاطفی مبارزان سیاسی بوده؟ من فکر میکنم اینا خودشون خیلی از زندان و بازداشت وحشت دارن و فکر میکنن که افراد رو اگر بازداشت کنن به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد این روابطشون، و در واقع تصورشون هم از روابط انسانی میتونم بگم که اشتباهه. اونا به یک روابط انسانی رو شبیه یه طنابی میدونن که اگه اون طناب رو پاره کنن زندگی اون افراد از هم میپاشه و اتفاقات ناگواری به دنبال اون رخ خواهد داد و ای بسا باعث خواهد شد که به کارهای نکرده اعتراف کنن یا نمیدونم به اهداف خودشون برسن. بله. ولی واقعیتش اینه که اینطوری نیست. زندان شبیه کوله‌ایه که آدما رو با مجموعه روابطی که داره پخته تر میکنه و میسازه برای آینده. آقای خندان، خیلی ها شاید فکر میکنن که باید حتما سوالهای سیاسی یا در مورد وضعیت زندانی سیاسی از شما سوال کرد و ورود به حریم خصوصی در واقع ممنوع هست. من میخوام یه سوال کاملا خصوصی و غیر سیاسی از شما بپرسم. آیا شما حاضر هستین همونطوری که نسرین سوسوده در واقع توی این مدت زندان با صدای بلند بارها برای شما نوشت و گفت دوستت دارم، آیا شما هم حاضر هستین این کلمه رو با صدای رسا و بلند تکرار بکنین؟ یعنی منظور من این هست که فکر میکنید که این عاشقانه ها میتونه پیامی هم برای حاکمیت داشته باشه؟ والا خانم علی نژاد، خونه ما رسم بر اینه که اگه کسی به اون یکی میگه دوستت دارم، جوابش اینه که من بیشتر. اینو نیما کوچولوی ما هم یاد گرفته. منم میگم من بیشتر دوستت دارم و این دوست داشتن یه پیام خیلی مشخصی داره. اینکه زندان نه تنها هیچ تاثیر منفی روی روابط عاطفی نداره، بلکه به شدت محرک احساسات و عواطف افراده. خب با توجه به اینکه در واقع شما هم هر بار ملاقات و به دیدار نسرین سوسوده میرید، آیا میشناسید در خانواده‌ای رو که عشق و روابطشون، حالا چه عاشقانه های مادر و فرزندی یا پدر و فرزندی باشه یا عشق میونه زن و مرد، دستخوش فشارهای زندان قرار گرفته شده باشه؟ اگر سراغ دارید یه همچین اتفاقی در یک خانواده کسی افتاده، شما چه کسی رو مسئول میدونید؟ ما معمولاً عکس این قضیه رو میبینیم، موارد خیلی زیادی که احساسات برانگیخته میشه، روابط مستحکمتر میشه و من تقریبا سراغ ندارم موردی رو که صادق باشه که زندان واقعا تاثیر بذاره روی روابط بین خانواده ها، روابط زن و شوهری یا بین بچه ها. اتفاقا کاملا برعکسه. ما در همین ملاقات هایی که داریم افراد رو میبینیم در سالن ملاقات یا جاهای دیگه، عموما افرادی هستن که عشق می‌ورزن به عضوی از خانوادهشون که توی زندان هستن و همین زندانبانایی که افرادی که این جوانای ما رو، این اعضای خانواده ما رو، این افراد رو بازداشت کردن یا دستور بازداشت دادن، اینها خودشون بعضی هاشون در دوره‌های قبلتر تجربه زندان دارن و این تجربه زندان به خود اونها در اون دوران ثابت کرده که خیلی این موضوع صادق نیست. زندان باعث نمیشه که روابط انسانی سست‌تر بشه، ولی متاسفانه تکرار میکنن همون کاری رو که دیگران در مورد خودشون میکردن الان در مورد منتقدینشون سعی میکنن بکنن. بله، توی این 14 ماه تعداد نامه‌ها و پیام‌های عاشقانه‌ای که از زندان دریافت کردین، حضور ذهن دارین چقدر بوده و کلاً چه احساسی داشتین وقتی پیام عاشقانه از زندان به شما میرسید؟ والا میدونی که نام نگاری یکی از بدیهی ترین حقوق یه زندانی و خانوادهشه. اوایل بازداشت نسرین مامورین یک بار به سلولش یورش میبرن و نامه‌ای رو که برای دخترش مهراب دخترمون نوشته بود از اون میگیرن. این در حالی بود که در 8 ماه اول از داشتن کاغذ و قلم محروم بود. حتی یه مورد نامه‌ای رو که به رئیس قوه قضاییه نوشته بود ازش گرفتن، توقیف کردن در واقع نامه رو. بند عمومی ولی امکانات بیشتری داره، میتونن از قلم و کاغذ استفاده کنن.
ولی متاسفانه من نمیدونم این قلم و کاغذ به چه دردی خواهد خورد، چون خاطره نویسی میگم ممنوعه. نه به لحاظ قانونی، عرف کردن که اجازه ندن خاطرات بنویسن زندانیا. نوشتن نامه به فرزندان یا همسر یا اعضای خانواده الان عملا ممنوع شده، در حالی که خب در دوره‌های قبل خیلی این اتفاق می‌افتاد که بیرون از زندان خانواده ها برای زندانی نامه بنویسن، حتی افراد غریبه نامه می‌نوشتن و زندانیان میتونستن نامه نگاری کنن، کتاب بنویسن، اونجا خاطره بنویسن. متاسفانه همه اینا رو قطع کردن، ولی در این دوران کم و بیش یادداشت‌هایی در قالب نامه دستم رسیده که هر کدوم از اون نامه‌ها دنیایی از عشق و محبت رو تو خودش جای داده بود. فقط موقع خوندن اون نامه‌ها باید مراقب باشید کسی اون ورا نباشه، چون چشمای پر از اشک شما وضعیت شما رو لو میده. مثلا دخترتون میاد بهتون میگه که سوسول. بله، شاید خیلی وقتا دیگران این سوال تلخ و بیرحمانه رو مطرح کردن که آیا توی این مدتی که مثلا همسر شما زندانی هست مسیر جدایی رو هم بهش فکر کردین یا نه؟ این سوال شاید خیلی بیرحمانه باشه و بارها مطرح شده باشه. پاسخ شما چی بوده در مواجهه با چنین سوالی؟ آخه مگه چه اتفاقی افتاده که باید آدم به این چیزا فکر بکنه؟ زندان چیزیه مثل مسافرت رفتن، با این تفاوت که نسرین ما تو مسافرتی که هست هر هفته برامون سوغاتیایی رو که با تمام روح و عشقش اونها رو تهیه کرده و تمام وجودش رو در اونها دمیده، در قالب بافتنی، در قالب تهیه قاب‌ها و تابلوهای محبت آمیز، همه اینا رو هر هفته توی ملاقات‌ها طریق دست ما میرسونه و این خیلی خانواده رو خوشحال‌تر میکنه. اتفاق خیلی خاصی نیفتاده، یه مقطعیه که ما مجبوریم باش بسازیم و سپری کنیم. بله. حالا من یه سوال دیگه‌ای دارم از خودتون به عنوان پدر. آیا پدری کردن برای کودکانی که مفهوم زندان شاید اینطوری که باید براشون، خصوصا برای نیما، جا نیافتاده باشه، چگونه است پدری کردن برای چنین فرزندی؟ مایلید در این مورد هم چیزی بگید یا نه؟ مطمئن باشید اگه بچه‌ها نبودن، نسرینی رو که من میشناسم اینطور رفتار نمی‌کرد. اون خیلی مراقبه که بچه‌ها آسیب بیشتری نبینن. به خاطر شرایط بچه‌ها از خیلی کاری که میتونست انجام بده صرف نظر کرده. بچه‌ها هیچ کاری نکردن که مستوجب چنین عقوبتی باشه. عکسی از شما در حالی که دستبند به دستای نسرین ستوده هست توی همه سایت ها منتشر شده. اون لحظه چه احساسی داشتین که در خیابون مقابل چشم اون همه آدم و مقابل در واقع دوربین ها همسرتون شما رو بوسید؟ چیزی که توی اون عکس شما میبینید برای ما یه لحظه نبود. ما تمام زندگیمون مثل همون عکسی بوده که دیده اید. فقط تفاوتش بودن و دیدن دوست هنرمندی تو اونجا بوده و ثبت ماهرانه اون لحظه بوده. ما بیش از اون که حواسمون به دوربین ها و مأمورین و اطرافیان باشه و واکنش اونها بشه به همدیگه فکر میکردیم و این که باید برای مدتی نامعلوم از هم دور باشیم. بنابراین باید حداکثر بهره رو از لحظات نادری که میتونیم همدیگه رو ببینیم، حداکثر بهره رو ببریم از اون لحظات و این بود که ما فقط به همدیگه فکر میکردیم تا اطرافیان. تا خودتون هیچ وقت شاهد بوسه های همسران دیگه در مقابل اوین یا در حین بدرقه به زندان بودین؟ اگه مختصری بتونین در این مورد شرح بدین که چه حالی داشتین وقتی کسانی رو دیدین که از هم به همون شکل جدا میشن؟ آخرین مورد بدرقه بهاره با امین بود مقابل درب کوچیک زندان اوین. میتونستم کمی حس اونا رو درک بکنم. یکی از سخت‌ترین دوران زندان رو تجربه میکردن، یعنی زمانی که فرد میخواد خداحافظی کنه و وارد زندان بشه، شما باید همدیگر رو تو آغوش بگیر و اندکی بعد اون لحظه برای شما تبدیل به خاطره بیش نخواهد شد. البته من اون لحظه حس خوبی هم کنار این دلتنگی و ناراحتی داشتم، این که بهاره پیش نسرین و بقیه بچه‌ها میره و این کمی اونا رو خوشحال خواهد کرد. ولی واقعا سخت‌ترین قسمت زندان
همین خداحافظی‌ها و دوریای مقابل زندان و در آغوش گرفتن همدیگه. بله. خب من فکر می‌کنم همه سوال‌های ممنوعه رو پرسیدم و در واقع وارد حریم خصوصی که شاید نباید می‌شدم. حالا اگر شما پیام و نکته و سخنی دارید در مورد عشق توی این مسیر مبارزه و زندان، اگر ناگفته‌ای باقی مونده بفرمایید. اگه یک شنبه روزی که روزهای ملاقات زنان سیاسیه به همراه خانواده به محل ملاقات بیاین و از دور شاهد ملاقات اونها، برخورد اونها با مادران، همسران یا خواهرانشون باشین که تو بازداشتن، ابراز احساسات ما و اونا رو ببینید و باران بوسه هایی رو که از راه دور و از پشت شیشه های دو جداری اونا رو شاهد باشین، با من موافق‌تر خواهید بود و ایمان خواهید آورد به معجزه عشق.